عامل اصلی که فراوانترین، عمومیترین و فراگیرترین عامل توقف سیستم ایمنی است چیزی نیست جز قند فرآوری شده یا شکر. شکر ماده غذایی است که سیستم ایمنی رو هر وقت که ما شکر میخوریم یا چیزی که شکر داره میخوریم، سیستم ایمنی رو برای مدت حدود 2 ساعت بیش از 50% کاهش میده. میدونین که الان حتی چیزایی که شور هستن شکر توشونه، حتی مواد غذایی که غذاست به عنوان وعده غذایی کنسرو شده تو سوپرها میفروشن شکر توشه، سوسیس و کالباس شکر توشه، همبرگرهای کارخونه‌ای شکر توشه، انواع سس تند اصلا شیرین نیست شکر توشه، انواع مواد بسته‌بندی شده شکر دارن، مواد غذایی پروسس شده فرآوری شده شکر دارن، آب میوه ها و اینا که دیگه رسما آب شکر دیگه شکر دارن همشون.